فرودگاه اینجا. سالون سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شبه رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بام سبز و شیطانکوه لاهیجان. امروز شنبه 14 اسفند ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. این ولاگ آخرین ولاگی مربوط به سال 1403 که به دلایلی ارسال اون به تأخیر افتاد که خدا رو شکر فرصت شد و اونو در کانال قرار دادیم. در این ولاگ ما از میدان کاشف شروع به حرکت میکنیم و بعد از گردش در باغ بهار نارنج به سمت بام سبز خواهیم رفت. در اونجا از پله های بام سبز یا همون شیطانکو پایین میان و گردش کوتاهی در استخر و آبشار لاهیجان خواهیم داشت. من تا حالا ولاگی کامل از این مسیر ندیدم و خودم هم اولین تجربه قدم زدن من از بام سبز به سمت استخر بود. پس پیشنهاد میکنم تا انتها با ما باشید و از منظره و فضای زیبای این مسیر لذت ببرید. لاهیجان عروس گیلانه که از شهرهای شرق گیلان هم محسوب میشه. این شهر در همسایگی شهرهای لنگرود، آستانه اشرفیه و سیاکل قرار داره. فاصله اون از مرکز استان یعنی شهر دهش حدود 40 کیلومتره. لاهیجان از شهرهای توریستی گیلان هستش که در ایام تعطیل و به خصوص نوروز مملو از جمعیت و مسافره. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر مجموعه بام سبز و تله کابین، شیطانکو، آبشار و همچنین استخر یا همون دریاچه‌اش میشه به تالاب سوختکو، تالاب سوستان، تالاب حاجی آباد، مزرعه قوها، بازار روز شماره 2 و 3، بازار عاقلیه و پل خشتی، موزه چای ایران و مقبره کاشف السلطنه، مقبره شیخ زاهد، روستاهای زیبا و سرسبز با مناظری از باغات چای مثل سطل سر و سرچشمه، محله قدیمی گاونه و بسیاری از جاهای دیگه اشاره کرد. ما ولاگ های زیادی از این جاهای دیدنی در کانال قرار دادیم که میتونید به راحتی در پلیلیست مربوط به شهر لاهیجان کانال ما پیداشون کنید. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. از سوغاتی های جذاب لاهیجان میشه به کلوچه، کوکی، چای و ساندویچ کتلت اشاره کرد. در طول این ولاگ هم توضیحاتی در مورد این شهر خواهیم گفت که حاصل تجربه و زندگی خودم در این شهره. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان، جاهای دیدنش و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این هوا، این منظره و این گردش لذت ببرید.
اینجا شکوفه ها در اومدن دید نداره. دوستان عزیز آشغالا رو نمیدونم میبینین یا نه. فرهنگ خوبه. اون تلکابین و پارکینگ اونجا که نوشته بامساز شهر بازیه در اون تعطیل هم هوا سرده. دیروز که تعطیل بود. شهر بازی هم معمولا غروبا باز میشه. هوا سرده کلا تعطیل. دیشب تقریبا -2 بود. عید مجدد یه ولاگ از اونجا میگم. شهر بازی تلکابین خاموشه. یه ولاگ البته گرفتم ولی مجدد شلوغ بود. آب یخ زده. قابل تشخیص هست. نزدیکم گیر بگم بعد. کوان برف داره. دید داره. ایستگاه تلکابین برف اصلا تعطیله. بریم قدم بزنیم سمت پایین بریم. صنایع دستی دارم. جاش رشته باحالی. راست 2 هم هست. منظری صخر. بزن بریم. همین مسیر رو نمیذارم چون طولانی میشه الکی. فعلا ویوهاشو بگیرم. اینجا غروبا گرازا محلی ها میگن خوک. دقیقا گله میان اینجا. این پایین اینجا وایسین همه شون میشه پایین دید. الان پیدا شد نیست. اگه ویدیو دیدین تقریبا همینجاست.
صخره زیبایی داره. بریم قدم بزنیم بریم پایین. خودم باور نمیشه اولین بار میخوام از این برم پایین، چون همش یا با ماشین اومدیم بالا یا از اون بر با ماشین اومدیم پایین. دانشجو که بودیم این دوستان میگفتن که اینجا تنهای غروبا نیاییم، خطرناکه، خفت میکنن. حالا ما که نشنیدیم ولی تاریک بود تنهایی نیاییم، چون نور اینا فکر نکنم داشته باشه. من چراغی نمیبینم این کارو. بهار اینجا خیلی قشنگ بود بشه. افتادم ورزش جویویه. خودم اولین باره میرم. به اون کوه هنوز برف داره. کنم آهندان و سرچشمه اونور جای همتون خالی. اونم خیابون کارگره، خیابون گرون و با کلاس. اینجا بریم به سمت پایین. خیلی سرده، خیلی نه خیلی سرد. دیدین که آب یخ زده. آفتابش نفس نداره. اینم طرف شیخ زاید. همه سیگار بده. شده به اینجا آنتن خیلی بد میده. وی پی هم قد میشه. اینترنت بعد آنتن میده. خود موبایل آنتن داره. این هم پیشی بشه.
هیچ راه از این بر نوشته به طرف نمیشه خون. این هم شیبی که اومدیم پایین. ببینیم چه خبره. دوستان گفتم بیا، قشنگه بابا. تقریبا هم چند متر باید یالا بگیر. از من نخواهید توضیح بدم چرا. وقتی کوهنوردی نه نفس اون بالونه از این پدلا. این استخ این انگار تازه شکستن واسه هیزم، واسهشون درد نکنم. این فکر کنم به بالای آبشارش مصنوعی دیگه، پمپ داره، آب از پایین هی میاره بالا پمپ. بریم جلوتر چیزی که یادمه همین یه تابلوی لاهیجانه. به قول نقلی معمولی ببین ویو رو ده. اونجا شیخ زایده. این چیز بود، زیپلاین بکنم اشتباه نکنم، زیپلاین داشت. خودم ویو رو نزدیکم اینا زیپلاین رو هم بشه دید. یک نفر افتاد داخل چیز جمعش کرده، یه دم دستگاه هم. اون بولوار امام رضا امروز تعطیل، همه ادارات و خاطر سردی و یخبندان. بیشتر -2 درجه بود. تو هم میمونده آب یخ زده. اینا همین داستانه هم. بریم پایین، آبشار یکم پایین تر. توصیه میکنم ماشینتون رو اینجا بذارید، پیاده بیاین بالا یا اسنپ بگیرین تا اون بالا بیاین دوباره بیاین پایین، راحت تره تا بخواین
ماشین رو بگیریم بالا بذاریم پایین بیایم دوباره بریم بهتر اینجا پایین داره خود مثل برگشت راحت تره. برای بچه کوچیک یکم سخت این پله ها رو میبینین درست یکم سرد ولی هوای بهار هست مثلا دوم سوم عید چیزی حسی به آدم باحاله. این خیابون کارگره رو نشستیم استراحت کنیم اینجا بلبل چیه میخوره اینم پله بارون باشه نیایدیم اینجا برف باشه خیلی پلاش تنده به نظرم کنه سر مسئله شد. این هم تابلوی شهر لایجان برعکس که پایین میبینین اینجاست. آبشار هم این پایین خاموش البته. یه ویدیوی کوتاه دارم از روشن بودنش تو این پلیلیستش هم لایجان هست. همون پنجشنبه جمعه شلوغ باشه روشن میکنم حال برق مصرف میکنه خوشگل دیگه چقدر که برمز ما با از اینجا چقدر آشغال داریم کمپاژ میکنه این بر پایین حالا بریم منظره بیم شالا چه سیگار میکشم معلوم خیلی وقت روشن نشده چون این همه آشغاله. این هم شهر لایجان به قول لایجانیا امیل لایجان. به هنوز تعطیل هم از سر داره خلوت. بگیر نیافته این هم لایجان. بریم پایین. میبینین سیمانش سیمان خالص هم چیزی زدن بارون میزنه سر توصیه میکنم بارون بود نه این بالا یا میان یواش شد. خیابون کارگر یه ورودی گرفتیم باغ دارنارنج رو میگم خونه علی کریمی من نفهم بعدی البته معروف به خونه این هم که آبشاره خاموشه اونجا تابلو هم زده بکنم اونجا نوشته ورود به محوطه آبشار ممنوع. شما عید براتون بلاگ میذارم نصف میرم داخل عکس میگیرم یه سری بچه‌شون نشون
اصلا خنده‌دار. یه بابایی هم اینجا معمولا عکس میگیره، پیداش نیست. من تعطیلات نیست. این هم میدون خلیج فارس، اسم میدون آبشار. این هم این بولوار مطهری بشه، مطهری شریعتی. این بولوار استخر هم خیلی قشنگه. شبا لامپ روشن می‌کنه. من خیلی استخر. دیگه ویلاگو تمامش می‌کنیم. جاتون خالی، لذت برده باشید. خودم هم ولی برم. ممنون. حیف اومد. اینو نره. آجی چای هم داریم. آقا چای محلی 100. چای های سنتی ارزان 100 تومن. چای محلی. آره ارزان 100 تومن. چای محلی. نظری ما تو کار چایه. چای 100 تومنی به خودش چای خوبی نیست. 200-300 خواستین چای بگیرین همین میانگین قیمت. دوستان دارم غذا میریزم. کمی حرم کوچولو داره. چای شما خالی، چای دایی جان در استخر.